پس از به اتمام رسیدن دور اول شهری آزمون دسترخوان آرایی، دور دوم منطقوی این آزمون در شهر حصار در دایره طلبات نظامنامه تصدیق شده برگزار گردیده. در آن نمایندگان شهر و ناحیه‌های ترسونزاده، حصار، وحدت، راغون، شهرینم، فیض‌آباد و رودکی مهارت کدبانوگی و پزندگی و دسترخوان آرایی خویش را در سطح بلند نشان دادند. در حقیقت امروز مردم تاجیک مهماندوست و دسترخواندار بودند. با این خصلت نجیب خویش میان عالمیان شناخته گردیده است. هدف تشکیل کردن این آزمون دسترخوان آرایی چند جبهه را در نظر میگیرد. تاریخ ما بسیار بای است. دسترخوان آرایی ما از زمانهای پیشتر بسیار بای است، لیکن ما تاجیکستان در شرایط امروزه در عصر 21 با مملکت‌های پیشقدم باید همگرا و مطابق باشد. موافق آنه که این 2 سال می شود که سالهای رشد دهات سیاحی می باشد، مملکت ما باید برای قبول کردن مهمان ها آماده باشد. یک سمت سیاحی اگر دسترخوان آرایی و آشخانه باشد، ما با سیاحان دسترخوان نیاگان خود را نشان می دهیم. با مدنیت و عنعنه‌های مملکت خویش نشان میدهیم، لیکن برای قبول کردن آنها وقتی که در طرفخانه ها مهمان ها قبول کرده میشوند، ما البته باید دسترخوان ملی خود را با عنعنه‌های حاضر زمان مطابق کرده با آنها دسترخوانمان را آراییم. قابل ذکر است که در امروزه چهاربینی فرهنگی آموزشی از جانب کدبانوهای ماهر دسترخوان پرناز و نعمت پیشنهاد کرده شد که هر یکی آن افاده کننده رسم و آیین ملی و مردمی می باشد. امروز بانوانی ناحیه شهرینم در سمت کدبانوگی خیلی فعالند. امروز ما در این آزمون یک چند نمودی طعام‌های ملی، خورش‌های ملی و شیرینی‌های ملی رو به معرض تماشا گذاشتیم. در روی دسترخوان ما گذاشته شده است. اوماچ نام دارد که این طعام رو ما صبحانه آماده میکنیم. هدف اساسی ما از آن عبارت است که ما باید هنر کدبانوگی خود را به نسل جوان و جوان دختران باید میراث گذاریم. انواع گوناگون خوراک‌های ملی، شیرینی و کلچقند و هر گونه خورش‌هایی که در دسترخوان پیشنهاد گردیده گذاشته شده بود، از محصولات وطنی آماده گردیده سیری و پوری خاندان مردم تاجیک را افاده می‌کرد. ما در ناحیه منطقه رشت بودیم. دو روز پیش با مردم فهماندیم کم و بیش کمبودی ها بودند. کمبودی ها نسبت سال گذشته برطرف شدند. نسبت پارساله امسال خیلی بهتر است. خیلی به کمبودی نمیشود. ما باز همون نشان دادیم، کمبودی ها معین کردیم و اون ناحیه هایی که اون شهرهایی که با دور سیوم با جمهوری مثلا سفربر کرده میشوند، علاقه با تجربه نه با تجربه با دیگر روانه کرده میشوند. دور منطقوی آزمون که امروز در سطح بلند گذرانده شد، با نتیجه‌گیری هیئت حکمان جنبست گردیده به غالبان تحفه و سپاسنامه تقدیم کرده شد. به دور سوم آزمون دسترخوان آرایی که در شهر دوشنبه گذرانده می شود، غالبان امروزه راحت گرفتند.